سلام، صبحتون بخیر. اینم از گلدون من. داشتم توی اینستاگرام میچرخیدم. اینم از بیو خونم. البته تو اینستاگرام میچرخیدم، یه پستی رو دیدم که نوشته بود که هر کدوم از این شکل‌ها رو انتخاب کنی باعث میشه بفهمی که از کودکی تا الان چه حس کم بودی تو وجود خودت میبینی. بعد تصمیم گرفتم این شکل‌ها رو براتون بکشم. بعد تو کپشن براتون مینویسم که هر کدوم رو انتخاب کنی چه مشکلی و چه حسی از گذشته از کودکی تا الان تو وجودتون هست که احتیاج دارین رفعش کنی. ممنون میشم که این از شکلایی که کشیدم هر کدومو که میبینین انتخاب کنی و برام کامنت بذاری. سابسکرایب هم یادتون نره.